فرهنگ ها و تمدن ها. تاریخ بشریت گواه است که هزار ساله ها یادگاری های تاریخی، مجموعه و معبدهای دنیای قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو، مجسمه و اهرام بزرگ همچون رمز فرهنگ و نشان جاودانه تمدن‌ها، همچون گنج تاریخ پای بر جا بوده، تجسمگر شاهکاری‌ها و صنعت اصیل معماری‌اند و با دستان معجزه آفر صاحب هنران و صاحب نظران، فاتحان و نامداران قامت افراختند. بسیاری از این معجزه ها، یادگاری هایی که تا به امروز پای بر جایند، در بررسی تاریخ و حوادث آن، شناخت چهره های برجسته و فرهنگ مداران، عالمی بپهنای ثروت معنوی انسان ها نقش بارز دارند. باعث افتخار و سرفرازی مردم پیش تاریخ سربلند تاجیک است که عالمیان تاجیکستان صاحب استقلال را به عنوان زمینه ساز تمدن غنی در طول تاریخ یاد می کنند. پیشوای ملت تاجیکان جهان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که از پاسداران بزرگ و سترگ زبان و فرهنگ نیاگانند، همیشه کار و کارنامه های گذشتگان خیش، سبق های عبرت آموز تاریخ را پیش نظر آورده تأکید می کنند. تاریخ پر افتخار خلق تاجیک مکتب بزرگ خودشناسی می باشد و ما وظیفه داریم که به آن ارج گذاریم. صحیفه های درخشان دلاوری گذشتگان خود را آموزیم و آن را همچون غایه وطن دوستی و صداقت به وطن تشویق نماییم. باید تذکر داد که یادگاری های به دوره های گوناگون تعلق داشته خلق تاجیک، همچون گنجینه بی‌نظیر آثار تمدن دولتداری نیاگان، جهت خودآگاهی و خودشناسی تاریخ پر افتخار و فرهنگ عالم شمول تاجیکان برای جهانیان نقش بزرگ دارند. با تلاش های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان، وارد گردیدن یادگاری های فرهنگی عمومی جهانی فراملی راه ابریشم، زرافشان، قراقم، یادگاری های پنجکنت قدیم، شهرک سنجرشاه، قلعه حصارک، گردن حصار، قلعه مغ، قلعه قم، تل خمتوده، نظام آبیاری کنی طاق سنکارز، آرامگاه خواجه محمد بشارا، به فهرست میراث عمومی جهانی یونسکو که در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد، همچنین وارد گردیدن جنگل توغه بیشه پلنگان، نامینه مشترک تاجیکستان ایران جشن صده، نامینه ملی تاجیکستان عنعنه بافتن اطلس و ادرس،
номинаи бисёр ҷонибаи тоҷикистон, эрон, озарбойҷон, ӯзбекистон ва туркия тазҳиб, санъати зарҳалкорӣ ба феҳристи меъроси ғайримоддии башарият дар таърихи 4-9 декабри соли 2023 дар иҷлосияи 18 кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии умуми ҷаҳонии ЮНЕСКО ки дар шаҳри Касенаи ҷумҳурии Ботсвана баргузор гардид, бозгӯи нишони бузурги арчгузории оламиён ба арзишҳои таърихии тоҷикон аст. маҳз дар ҳамин асос силсила филмҳои мустанад дар мавзӯи таърихии худшиносии миллӣ, эҳё ва ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ҳамчун мероси гаронбаҳои миллати тамаддунофари халқи тоҷик ҳамзамон бахшида ба 35-солагии ҷашни истиқлолияти тоҷикистон пешниҳод мегардад. سوگدی باستان سرزمین اجدادی تاجیکان که ساکنانش 1000 ساله ها هنوز از اول هزاره یکم تا میلاد بار قسمت منت ما را بر دوش برده اند. در رساله و مأخذهای دوره‌های گوناگون سوگدیان به عنوان زمین ساز تمدن غنی در طول تاریخ یاد شده اند و کشوری سوگ پایتختش شهر مراقند امروزه سمرقند یکی از بزرگترین مرکزهای تمدن آسیای مرکزی، پایگاه دولت و دولتداری و از نخستین شهر و شهرستان‌های نیاگان تاجیکان بوده است. پنجکینت قدیم یکی از مقدسات پیشینه ابتدای تمدن شهرسازی از کهن‌ترین میراث تاریخی نیاگان محسوب یافته با آثار علم و فرهنگش، صنعت رسامی و معماریش، چوبکاری و مجسمه هایش، مقام سوگدیان اجدادانی بیواسطه تاجیکان را به عالمیان شناسانید. واقعاً سرزمین تاجیکان تاریخی کهن و فرهنگ و تمدن باستانی دارد. یکی از کهن‌ترین و نادرترین میراث تاریخی نیاگان که از گذشته‌های بسا دور تمدن دولتداری گذشتگان ما حکایت می‌کند، این شهرستان پنجکینت قدیم، پنجکینت سوگدیان است. در کتاب یکم تاجیکان در آینه تاریخ پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آمده است. خوجند باستانی و قلعه تیمور ملیک، استروشن و کروشکده آوازدار، سرزم و پنجکینت قدیم، تخت سنگین و کیکو بادشاه، شهر توس و ایوانج،
زال زر و هلبوک و صدها شهرستان و کهندیس، قلعه و کوشک‌های بر هوا، آتشکده و عبادتخانه‌ها، کاروانسرای و رسته‌های هنرمندی سرزمین اجدادی تاجیکان با آثار کهن و بازیافت‌های حیرت‌انگیزش باستانشناسان عالم را شیفته و حیران کرده است. سرازمیان و پنجکینتیان سوخت زمین با رابطه‌های مادی و مدنی یکی از اولین ها شده، زمینه‌های تشکلیابی مدنیت کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی را در آسیای مرکزی گذاشتند. این نوبت از پنجکینت قدیم و از بازیافت‌های معجزه انگیز این مکان میگوییم که طول سالیان زیاد آغاز از کشف قلعه کوه موغ و حفریات پنجکین در دهه سوم عصر 20 باستانشناسان داخلی و خارج کشور در این کهندیار کارهای ارزشمند و ماندگار علمی داشتند و تحقیقات‌ها بردند. با افتخار میتوان گفت که قیمت بهاترین بازیافت‌های آن رمز بزرگی فرهنگ و نشان جاویدانه تمدن‌ها، تجسمگر بزرگترین ارزش‌های ملی و نمای درخشان از تاریخ بسیار هزار ساله خلق صاحب هنر و معرفت پرور و سازنده خلق تاجیک بوده، توجه شناخته ترین محققان و تاریخ نگاران عالم، کشافان بزرگ جهانی را به خود جلب نمود و یا با عباره پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با آثار کهن و بازیافت‌های حیرت انگیزش باستانشناسان عالم را شیفته و حیران کرده است. بازیافت حجت‌های نادر قلعه کوه موغ، حجت‌هایی که از تاریخ ملت ما، از سرزمین اجدادی تاجیکان، از دولتداری بزرگ باختر و سوخت حکایت می‌کنند. خاصه دریافت بایگانی حاکم پنجکینت دیوچتیچ بهر آموزش تاریخ پنجکینت قدیم تکان اساسی داد، زیرا تا این دم نوشتجات سوختی بیرون از مرز دولت سوخت دریافت شده بود. محض همین حجت‌های سوختی کوه موغ دقت عالمان را به حوزه بالا آب زرفشان از جمله به تحقیقات‌های بزرگی پنجکینت قدیم کشید. یادگاری‌های کلیدی در تاریخ خلق نه تنها خلق تاجیک، عموماً آسیای میانه حسابیده می شود، چون که در اساس موادهای از پنجکین یافته تاریخ ابتدای خلق تاجیک برقرار کرده می شود، نوشته شده است. و در همین زمینه باز خود همون سال 46 که در نتیجه یک جستجویی زیاده از 40 یادگاری وادی زرفشان کشف شده بودند و از آن جمله بخشی که یادگاری های وادی زرفشان با حجت های کوه موغ علاقمندی داشتند. خب در اینجا حفریات یعنی قلعه گردن حصار در دهه مدام و قلعه کوم در دهه کوم و حصارک در بخش مسجد اومن برگزار شدن، آموخته میشن، حفریات کردن، چون که این قلعه ها با موافق گفته های حجت های سوختی با واقعه های سال 721 و 722 با فعالیت و شورش دیوچتیچ علاقمندی داشتند. در نتیجه تحقیقات های دور و دراز ما اثبات نمودیم که پنجکین قدیم یکی از شهرهای ابتدایی عصر میانه می باشد. حاکم آخران پنجکین که در تاریخ ها نامبر شده است و از روی حجت هایی که سال 1932 از قلعه موغ نوحه عینی یافت شدند، حجت های آخران همه حاکم که در آنجا نامش ثبت شده است دیوچتیچ نام بود، یعنی حاکم پنجکین و حاکم تمام سوخت حساب می شد.
هنوز سالهای 1934 1937 بعد کشف قلعه موخ نخستین ارخئولوژی شناخته و کشورکشای موفق چلیتگاه حوزه بالا آب زرافشان را تدقیق کرده در پنجکینت قدیم توسط حفریات نچندان زیاد توانست اهمیتی دیمنه پنجکینت قدیم را درست معین سازد. من بعد پس از 10 سال این یادگاری تاریخی پنجکینت باستانی را که 1000 ساله ها زیر خاک و تپه های بلند خارپوش محفوظ مانده است باستان شناسان کشف کردند. سال 1946 با تشبث مریخی برجسته باباجان غفورов اکسپدیسیون ارخئولوژی سوختشناسی تاجیک تشکیل شد. در کار این اکسپدیسیون کلان علمی مؤسسه های انستیتوت تاریخی مدنیت نادر اکادمی فنهای اتحاد شوروی، فدرال تاجیکستانی اکادمی فنهای SSSR و ارمیتاژ دولتی شهر لنینگراد امروزه سنت پترزبورگ شرکت داشتند. год. Ровно год, как закончилась самая страшная в истории человечества война. В стране разруха. Кому есть дело до царства древнего Согда? Но было дело. В 1946-м в Пенджикент, обычный, ничем не примечательный районный центр Таджикской ССР, приехали археологи из Эрмитажа. Возглавлял экспедицию Александр Якубовский. عالم معروف اعضا کریسپاندنت اکادمی فنهای SSSR شرقشناس و ارخئولوژ شناخته الکساندر یوریویچ یاکوبوفسکی راهبری اکسپدیسیا تعیین کرده شد و او با گروه کلان عالمان به تاجیکستان آمده در پنجکینت باستان از سال 1953 تا سال 1954 تا آخری عمرش کارهای حفریاتی گذراند. باستان شناسان در خرابه های پنجکینت قدیم. همکنون این باستان شهر در سالهای 50م، 60م، 70م به یکی از مرکزهای بزرگی تحقیقاتی باستان شناسی آسیای مرکزی و جهان تبدیل یافت. به کارهای حفریاتی شهر قدیم پس از الکساندر یاکوبوفسکی باستان شناس دکتر علم تاریخ دیاکونوف میخائیل میخائیلویچ در سالهای 1953 1954 شرقشناس دکتر علمهای تاریخ بیلینیتسکی الکساندر مارکوویچ در سالهای 1954 1977 و سپس از سال 1977 تا سال 2006 باستان شناس دکتر علم تاریخ مارشاک بوریس ایلیچ راهبری کردند. آموزش تاریخ پنجکینت چون شهر دوره‌های زیادی را فرا می‌گیرد. هستی پنجکینت نخست به عصرهای 4 پیش از میلاد و حفریات‌های عالمان تاریخ پیدایش شهر را به عهد سنگی و برنجی برده می‌رساند. خرابه‌های پنجکینت قدیم در مسافه 60 کیلومتر از شهر باستانی و کهن مکان سعودیان سمرقند در ساحل چپ زرافشان بین قطارکوه‌های زرافشان و سوغد جایگیر است.
های باستانشناسی هستند که میتوان پنجکند را همچون یک مثلا مرکزی تشکلی فرهنگ عصرهای 58 سغدیان نامید. زیرا اگر ما به سمرقند با شهرهای با نفوذتری سغد نظر افکنیم، آنها در مرور زمان چند مراتب تغییر یافتند و امکانیت باقی ماندن موادهای زمان سغدی کمتر بود و پنجکند محض از عصر 5 تا 8 فراگیری فرهنگ سغدی بود و از همین لحاظ باستانشناسا آنهایی که محض روی می‌آورند به فرهنگ مادی سغدی روی می‌آورند به موادهایی که از پنجکند یافته شده است. همه وقت چی در مقاله ها، چی در کتاب ها، مونوگرافی ها، شما وقت از اونی که درباره سغد میخواهید چیزی فهمید، حتما مثال و مسئله ها از پنجکند گرفته شدن. یعنی که موادهای مادی که در رفت با حفریات باستانشناسی از شهرستان پنجکند به دست آمدن، آنها روی می آورند و در این اساس تاریخ منطقه، تاریخ سغد رو می نویسند و جایگاه پنجکند قدیم نه تنها در مثلا تاریخ سغدی ها، همچنین در تاریخ بشری خیلی سازگار است. باید تذکر داد که درباره پنجکند قدیم صدها اثر و مقاله های تحقیقاتی نوشته شدند که درباره تاریخی پیدایش شهرستان قدیمه و یا خراب شوی آن معلومات دقیق می‌دهند. تاریخ نگاران الکساندر بلینیتسکی و بریس مرشک در نگاشته های خویش درباره تاریخی شهر و ساخت آن، محله و بناهای بالاخانه‌دار، میدان و تالارهای این کهن شهر که در کتاب تاجیکان عالم معروف باباجان غفورов قسماً جای گرفته‌اند قید کردند. پنجکند شهری حقیقی بود. تمام وسعت آن پر از عمارت‌های 2 و 3 آشیانه بود که آنها محل‌های کلان را تشکیل می‌دادند و به همدیگر زیچ جای گرفته بودند. وقتی حفریات در دو طرف کوچه‌های تنگ دکان‌های سیرشمار سوداگران و کاسبان یافت شد که به مسافه کلان طول کشیدند. الحال زیاده از 100 عمارت‌های سیرخانه پنجکندی‌های قدیم کشف گردیدند. قریب 31 این عمارت‌ها، یعنی نه فقط خانه اعیان و اشراف، بلکه قریب همه خانه‌های شهریان دارا تالارهای با شکوه دارند که با نقش و نگار مجسمه ها زینت یافتند. به طفیل حفریات معلوم شد که در پنجکند قدیم صنعت مونومنتالی نهایت معمول بوده است. حالانکه این عقیده به گوشه خیال کسی نمی آید. نه فقط معبدها، نه فقط قصر شاه، بلکه دهها خانه های اهالی عادی شهر آنقدر آثار رسامی و هیکل تراشی داشتند که هر یکی آنها را موزه صنعت گوییم هم خطا نمی شود. از روی معلومات منبع‌های تاریخی و کاوش و تحقیقات‌های باستانشناسی روشن گردید که در عصرهای 7 و 8 میلادی پنجکند قدیم همچون شهر زمان فیودالی تشکل یافته بود. بازیافت‌های نادری این کهنه مکان دلیل آنند که خرابه‌های پنجکند قدیم از 4 قسم علاهیده از همدیگر جدا، کهندیز، شهرستان، رباط و قبرستان عبارت است. کهندیز حاکم در قسم شمال و غربی شهرستان در بلندی 2 تپه جایگیر است. آموزش پررأی کهندیز سال 1963 به ذمه باستانشناس دکتر علم‌های تاریخ پروفسور عبدالله جان ایساقوف واگذار گردید. مفصوف از کارهای تحقیقاتی الکساندر یاکوبوفسکی
جهت گذرانیدن حفریات در کهندیز یاد کرده در کتاب سرزم آغاز تمدن تاجیکان نوشته است. حفریات بنای اولینی با حشمت در کهندیز عالم را وادار کرد که این بنا را قصر نامد. او نوشته است که این قسم قصر به خود حاکم پنجکند دیوشتیج تعلق داشت. عبدالله جان اسحاقов در آموزش ارخئولوژی انشاءات مذکور کارهای شایسته و ماندگار را انجام داد و در این اثری پرمحتوا که قسمت‌های علاهیده‌اش به تاریخ پنجکند سعودیان بخشیده شده است آورده است. قید کردن در کار است که نتیجه حفریات قسم‌های نامبرده کهندیز در آموزش تاریخ پنجکند تغییرات کلی درآورد. اولا پیش نظر ما نمونه یکی از کهندیس‌های دوره ابتدای عصر میانگی آسیای مرکزی با تمام بزرگیش پیدا گشت. بعداً حفریات 14 ساله نشان داد که در حدود کهندیز دو بنای بزرگ کوشک و قصر موجود بودند که نمونه بهترین انشاءات با حشمت عصرهای پنجم هشتم به شمار می روند. اینجا نگاره که در این ویترین به نمایش گذاشته شده است این شاه سعودی است، مجسمه شاه سعودی است که از برنجی ساخته شده است و سال 2016 از جانب ساکن ناحیه عینی به آثارخانه آورده شد که و اینجا خریداری شد و به نمایش گذاشته شده است. برای چه شاه سعودی؟ به آن خاطری که شاهی که مثلا در این اسب نشسته است با تمام عنصرهایی که در دیوارنگاره‌های پنجکند تجسم یافته‌اند آرا داده شده است. یعنی همون فر رو همون پرنده‌ای که در بالای سرش تصویر یافته است، در تاجش تصویر یافته است و اون تاجی که در سر او هست و همون عنصرهای او موافقند با دیوارنگاره‌هایی که از پنجکند قدیم یافت شدند و در آن شاهان تصویر یافتند و آن گرزی که در دست او هست. چرا محض به شاه سعودی متعلق است این بازی؟ خب برای اینکه از حدود خود سعودی یافته شده است و آن همه عنصرهایی که در این مجسمه دیده می شود در دیوارنگارهای پنجکند قدیم در دیوارنگارهای سعود هم مانندی خودش را دارد و اسب‌ها نیز در دیوارنگارهای پنجکند با چنین اسبی که در این مجسمه برنجی دیده می شود خوب موافقه. در نشه تحقیقات‌های دور و دراز ما استفاده نمودیم که پنجکند قدیم از 4 قسم عبارت بوده. یکی از شهرهای ابتدای عصر میانه می باشد و قسم یکمی آن را شهرستان می نامند که حدودش 13.5 هکتار را تشکیل می کند. شهرستان اصلا از نام شهرستان معلوم می شود که در اینجا شهریان زندگانی می کردند و شهرستان از خانه های استقامتی از موضع های علاهیده استقامتی با کوارتال های علاهیدگی که عمارت های یک آشانه و 2 آشانه عبارت بود ساخته شده است. قسم دویمش قرارگاه شاه که با نام قلعه شاه در تاریخ مشهور هست. در آنجا حاکم پنجکند زندگانی میکرد و رزیدنسش در اونجا بود. قسم سیوم پنجکند قدیم از روی معماری رباط نام دارد که زیاده از 70 هکتار می باشد و در اینجا مردم زندگانی میکردند که به اهالی شهرستان خدمت میرساندند. یعنی مال و حیوانات های آنها در همین رباط در آغلهای خود نگاه داشته به سرها برده میچراندند میپایدند. در داخل شهر نگاه داشته نمیشد چاروا. قسم چهارم این قسمی قبرستان مینامیم ما، نکروبل یعنی قبرستان که در اینجا با طرز دینی زردشتی اهالی را گور میکردن. یعنی 500 متر به طرف جنوب جایگذاشته است این قبرستان. در اینجا قبرها را به طریق مقبره گور میکردن آدمای ففتگی را. یعنی در نزد همین مقبره سرفه های بلند بود. در اینجا
موید رو آورده میموندن و ایرو زاغ و زغن ها میخوردن و استخوان ها میموند. همین استخوان ها رو با اسواری گفتگی که از سفال تیار کرده شده است، یعنی این حجما 1 متر درازی داره، 0.5 متر بلندی. استخوان هر یک آدم رو در اون جایگیره به دوری همین مقبره یعنی ناوز جایگیر میکنه. این اویلوی بود. این قسم چهارمی پنجکین میباشد که از طریق آلمان پره ما آموختیم و تمام معماری و جهت هم اقتصادی هم مدنی هم اجتماعی پنجکین رو آلمان پره آموخته اثرهای مونوگرافی نوشته تحقیق کردن. شهرستان این قسمتی اساسی یادگار است، یعنی شهر است. خودی شهر است که در آنجا به واسطه هنرمندا، اشرافزادگان، کاهنان، سوداگران زندگی میکردند و ساختار شهر چنان ساخته شده بود که در آنجا 2 معبد زردشتی جای داده شده بود. آن دکان‌های فروشی مثلا زر و زیور، یعنی که بازار داشت در نزد خودش و باز بناهای جمعیتی داشت و خانه‌های استقامتی اشرافزادگان بودند که در اساس موادهای باستانشناسی میتوان گفت که بسیار زیبا و برهوا ساخته شده بودند. آثار گرانبهای و ناتکرار پنجکینت قدیم بازیافتی معجزه انگیز و نادیری تاریخی شهرستان آن از گذشته های خیلی دوری دولتداری سعودیان حکایت می کند. زیرا این بازیافت ها رمز بزرگ فرهنگ و نشان جاودانه تمدن ها، تجسمگری بزرگی ارزش های ملی و نمای درخشان از تاریخی بسیار هزار ساله‌ای خلق معرفت پرور و سازنده تاجیک بوده. دردانه های بی‌نظیر و صنعتی نفیسه‌ای سوغدی قدیم است. یکی از اولین محققان پنجکینت عصرهای پنجم ششم بریس مرشک هنوز سال 1955 در اینجا حفریات گذرانیده مقدار زیادی خانه‌های استقامتی پنجکینتی ها را از زیر خاک پیدا کرد. او با همکاران معلوم کرد که دیوار عصرهای پنجم هشتم در 200 سال موجودیت خود 4 دوره ساختمان را از سر گذرانیده‌اند. در اول دیوار 2.2 متر غفصی داشته. دیوار دوره دوم در بالای ته کرسی مستحکم غفص ساخته شده است. در دوره سیوم غفصی دیوار به 4 متر و در دیوار چهارم دیوارهای بلند و غفص ساخته شده تا 10 متر غفصی داشت. دیوار کهندیزی شهر باشد سالهای 700 720 16 متر غفصی داشته است. Это комната, там эта комната с зернохранилищем. Пока она чистая, если они снимут, будет хорошо. ساکنان پنجکینت قدیم خاصه مسئولین ساحه ساختمان یکی از اولین ها شده فرهنگ معماری را با تمام نازکی هایش می دانستند. بنای دیوارهای ساختمان خانه‌های شهر پیشه مقرری آنها بود، زیرا مردم ارزنده این سرزمین 1000 ساله ها در قلمرو سوخت با ساختن قلعه ها، کوشک ها، بناهای معموری و استقامتی، معبد و عبادتگاه ها مشغول بودند. معبد با شکوه پنجکینت قدیم
عبادتگاهی آتش پرستان. باستان شناسان توسط حفریات و تحقیقات‌های علمی به خلاصه آمدند که معبد در بالای ته کرسی بلند جای گرفته عجب نمودی داشته است. نقشی نزاکت آمیز و پرلطافت ستون و مجسمه های آن صبحگاهان وقتی انوار زرحلین آفتاب به داخل ایوانها فرو می‌ریخت، نقش و نگارش به تابش رنگین کمان پرتو می‌افکند. بازیافت‌های پنجکینت قدیم بی‌نظیرند. دیوارنگاره‌های پنجکین گرانبهاترین صنعتی تصویری، اثرهای برجسته رسامان سود. آرایش دیوارهای بناها، قصر و تالارها برای سودیان معمول بوده است. رسمهای دیوارنگاره‌های سوخت نه تنها چون آثار زمان خود اهمیت دارند، بلکه دیوارنگاره‌ها انسیکلوپدی حیات و افکار سودیان می باشند. صنعت تصویری پنجکینت قدیم از جانب کارشناسان، باستانشناسان بهای بلند گرفته، بار اول دایر به این صنعت اصیل سعودیان عالمان معروف الکساندر یاکوبوفسکی، میخائیل دیاکونوف و الکساندر بیلینیتسکی کارهای تدقیقاتی انجام دادند. صورتهای روی دیوار هر کدام یک داستانی قدیمه را پیش نظر می آورند و بسیاری از آنها موضوعهای گوناگون فولکلوری را انعکاس می نمایند. شهر سن پتربورگ، آثارخانه دولتی ارمیتاژ، تالار مخصوص برای نگاره‌های نادیر تاریخی پنجکینت قدیم در آثارخانه ارمیتاژ. گروه ایجادی ما در ارمیتاژ ارزشمندترین یادگاری‌های پنجکینت باستانی را که اینجا نگهداری می‌شوند به نوار گرفت. نسخه های اصلی بازیافت ها، اینها همه معجزه اند. تجسمگر صنعت قدیمه سعودیان، محصول دستان پرهنر و ایجاز جاویدانه صاحب‌هنران، نقاشان و رسامانند. تا استقلالیت مثلا در تاجیکستان یک مرکزی نبود که این بازیافت‌ها رو نگهداری کند. دومی که ما ترمیمگران نداشتیم. ما در دایره دولت یگانه بودیم و تمام بازیافت‌های ما حتما به سن پترزبورگ برده میشد. ترمیمگران ارمیتاژ که بهترین ترمیمگران در تمام دنیا اعتراف شدند، اونها را ترمیم کردند و این روز در خود ارمیتاژ هم 3 تالار کلان با نام تالار پنجکین موجود است. هم متخصص نداشتیم، هم آزمایشگاه نداشتیم. تنها بعد از آن که استقلالیت به دست آوردیم توسط خدمت‌های رئیس مسئول مثلا در نزد آثارخانه ما یک ترمیمگاه کوچک ساخته شد که تا اندازه امروز بازیافت‌هایی که در حدود تاجیکستان به دست میاد در اینجا ما ترمیم کرده ایستادیم. به لوحه‌های جنگی نگرید. اثرهای برجسته
رسامی نبردی رستم با اژدها، یا جنگ های تن به تن، شمشیر زنی، جنگاوران سواره و غیره. باستانشناس الکساندر بیلینیتسکی منظره های این صورت را به یک داستان مشخصی ایتیکی، یعنی داستان رستم با همدیگر مربوط ساخته است و قید می کند. در شاهنامه در بین کارنمایی های رستم، جنگ رستم با اژدها، گرفتار شدن اولاد به دست رستم، جنگ رستم با ارژن دیو، کشتن رستم دیوی سفید را انعکاس شده است. تمام اشرافزاده‌های پنجکین کوشش می‌کردند قصه داستان‌ها و اسطوره‌های قدیمشان را در خانه‌هاشان تصویر کنند، چون که به این دین مردم پنجکین هم مساعدت می‌کرد. چون که دین مانوی مثلا ما می‌دانیم که مانی مصور بود و دین مانوی که در پنجکین جاری بود، به این خاطر قسم زیاد این داستان‌ها در خانه‌ها تصویر شدند. آقای دیوارنگارای پنجکین از طرف بریسیلیش مرشک کتاب نوشته با نام افسانه، روایت و اسطوره‌های سعودیان قدیم که به زبان انگلیسی در آمریکا چاپ شده است. دیوارهای حجره‌های پنجکین قدیم از دیوارنگاره‌ها آرا داده شده بود که یکی از آنها این دیوارنگاره می باشد که از نزدیکی معبد زردشتی پیدا شده است و در اینجا ما محاربه دو نفر رو میبینیم و محاربه رفته ایستاده است و یکی در زیر خوابیده است، یعنی او مغلوب شده است و سعودی ها همین طریق نشان دادند که مثلا دو نفر می جنگند و سیوم نفر رو در زمین تصویر کردند که گویا همون سیوم نفر یکی از آنها بود که مغلوب شد و این شاید همون با داستان‌های رستم، محاربه رستم با قهرمانی‌های رستم علاقه‌مندی دارد، زیرا بسیاری از سوژه‌هایی که از پنجکین قدیم یافته شدند آنها ربط دارند به داستان‌هایی که بعداً ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود ثبت کرده است. مجسمه‌های خرد و بزرگ و پیکره‌های گیلینی که توسط حفریات پنجکین قدیم به دست آمدند از هنر و صنعت بلند هیکل تراشی سعودیان شهادت می‌دهند. مساله هیکل سازی گیل، گچ و چوب بوده است. هیکلی خوشنمای چوبی هیکلی رقاصه هاست هنگامی اجرای مرکبترین حرکت های رقص. چوب های کندکاری پنجکین، نقش های اسلامی و گردابی عرق امارت ها را زینت می داد. ستون و بالارها کندکاری می شد. سال 2016 از یکی از حجره ها یک لوحه چوبی سوخته شده برآمد که در آنجا بودا در حالت نشسته شده تصویر یافته است، یعنی کندکاری شده است. خب این از آن گواه می‌دهد که مردمی که در شهرستان زندگی می‌کردند در همسایگی با هم تحمل پذیری داشتند، یعنی تحملگرایی دینی داشتند که آنها با دین و مثلا مذهب‌های دیگر کار نداشتند، فقط آن چیزی که خودشان پیروی میکردن به همون روی میآوردن و این در تمام حدود شهر دیده میشد. در برابر دین زردشتی که یکی از دین‌های مثلا مرکزی با نفوذ شهرستان، یعنی که پنجکین قدیم به حساب میاد، سعودی‌ها به حساب میرفت. خب این چنین دین‌های عنصرهای دینی
بودایی، عنصرهای دین نصرانی یعنی جریان نیستیرانی، عنصرهای دین مثلا هندی یا هندویی یا اینکه تعلیمات مانی خوب به نظر میرسد و این هست همون شاهکاری های سعودی ها. از بس که آیین مردم پنجکن که آیین زردشتی بود، شاخه زرگونه آیین زردشتی بود و در اونها قبر و استوان ها رو در و استادان ها مرده ها رو گذاشته، بعدا در سوان ها می گذاشتن. سوان ها اولادی بودن و قسم زیاد این سوان ها بعدا از طرف باستانشناسان آموخته شده است. توسط کاوش‌های باستانشناسی مقدار زیادی نگاره‌های نادیر تاریخی، اشیایی از فلزات طلا، نقره و برنجی، آهن و عاج و استخوان مقرری، سنگ و شیشه ساخته شده تشکیل می‌دهند. در استاخانه آهنگری محصولات گوناگونی آهنگری ساخته می‌شد. آلات مهنت، مساله بناکاری، دوریدگری، جهاز زیب و زینت و اشیای گوناگونی روزگار. یراق و اسلحه سعودیان، کمانهای عادی و مرکب، شاف و شمشیر، خنجر و گرز استحصال می‌کردند. مؤرخ و محققی تاریخ قدیم تاجیکان بابا جان غفورов نوشتند که اسلحه اعیان و اشراف مثلا شمشیر و خنجرهای آنها احتمال خیلی زیب و آرایش داشتند و آثار مکملی بلند صفتی صنعتی هنرمندی بودند. در اساس آن نسخه های یراق و اسلحه که دسترسی ما گردیده است، می توان گفت که یراق سازان سوخت اصول تهیه یراق و اسلحه شکلاً بدیعی را از خود کرده بودند. در پنجکینت قدیم و دیگر شهرهای سوخت ساحه‌های گوناگونی هنرمندی موجود بود. در برابر پیشه‌های آهنگری و زرگری، هنر کولالی، کولالگری مقامی معین داشت. برابر حفریات شهر قدیم تعداد بسیار ظرف‌های سفالی به دست آمد که از رواج و رونق صنعت والای کولالی در این کهن مکان شهادت می‌دهد. این ظرف‌های بزرگ برای نگهداری محصولات غله‌دانگی، آب، روغن، مشروبات و دیگر مواد استعمالی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ظرف‌هایی که برای استعمال خورش و آبنوشی ساخته می‌شدند خیلی جذاب و چشمگیر و زیبا بودند، زیرا با نقش‌های گوناگون و تمغه و نشانه‌های خاص زینت داده می‌شدند. راه بزرگ ابریشم، راه کاروانگذری که در تشکل قوم و خلق‌های گوناگون عالم، خاصه باختریان و سعودیان، خدمت‌های بزرگ تاریخی کرده است. پنجکینت سوخت از قدیم الایام توسط شاخه‌های سرشمار راه ابریشم توانست در سمت اقتصاد و تجارت و رابطه‌های زیادی خرد و بزرگ شرق و غرب کامیاب باشد. ساکنان هنرمند پنجکینت قدیم برای رواج هنرمندی و استحصال مال‌های گوناگون تلاش می‌کردند. از روی مأخذ و سرچشمه‌های به دست آمده 150 نمود متاع‌های گوناگون یافت شده محصول دستان بافندگان پرکار سوخت و دیگر کشورها می باشند. سعودیان در معدن گدازی و چرمگری، استخوان تراشی و نجاری، دوریدگری و کلالی و غیره با مهارت بودند.
استحصال مالهای گوناگون در پنجکینت قدیم باعث رونق هم سودای داخلی و هم سودای خارجی می گردد. توسط راه ابریشم صاحب هنران شهر برای تجارت به مملکت‌های خارجه می رفتند. بسیار مالهای سوغدی در مثال متاع و گزوارهای با صفت و عجایب، سنگهای قیمت بها و اشیای آن به کشورهای آسیای مرکزی، به غرب و بیشتر به خیتای برده فروخته می شد و از ممالک خارج با دست پرمال و مواد زیاد برمی گشتند. Сагдийцы стали основным народом путешественников, основным народом, который был везде. У них не было вот такой своей культуры, которая бы презирала чужие культуры. И в конце концов сделались самыми процветающими торговцами на всем шелковом пути. Что касается культуры, то такого синтеза культур, какой мы видим в Согдиане, мы тоже больше уже нигде не видим. Здесь самый полный синтез. راه بزرگ ابریشم با وادی همین زرافشان و تا حصارک میرفت و حصارک به طرف قسمت خجان چی میشد و طرف خجان میگذشت. در اینجا یک چند یادگاری های بسیار کلیدی من کشتن، از آن جمله سرازم و دوره های بسیار قدیم ترین و گویم که پنجکینت قدیم با ابتدای عصر میانه و به همین دوره من قلعه سنجرشاه در دهه سوجینه و بالاتر که اگر حرکت کنیم در دهه نواباد نوروزشاه هست که اینجا یک معبد بسیار مهمی آتش کشف کرده شده است که به عصرهای 5 و 8 میلاد نسبت دارد و قسمت بالا آب زرافشان یعنی در وادی کشتوت هم یک چند یادگاری های از آن جمله قلعه گردن حصار هست. Пинджикент. Их колонии были в Китае, вплоть до столицы Китая, и в Шинджане, и всюду по дороге, в Северной Киргизии, в Казахстане, всюду были сагдийские колонии. И в этих колониях жили люди, которые знали друг друга. Молодые люди сагдийские после 20 лет отправлялись странствовать, вести торговые дела за границей. ҳафриётҳои бостоншиносӣ ки аз соли 1946 то соли 2023-24 гузаронда шуданд, бисёр далоиле ба даст омаданд ки метавон гуфт ки суғдиҳо дар шоҳроҳи бузурги абрешим аз муҳимтарин пайвастгарони тамаддунҳо буданд. ҳам савдо мекарданд ва ҳам дар як навбат фарҳанги нодиреро дар сарзамини аҷдодии худ бунёд карданд ки дар мисоли ин мо панҷакенти қадимро дида метавонем. باید تذکر داد که در اساس بازیافت تنگه ها در پنجکین، سکه شناسان تاریخ سکه زدن آنها رابطه های مدنی و تجارتی بین کشورهای خارج و قلمرو گوناگونی سود زمین را معین نمودند. در پنجکین از همه بیشتر تنگه های برنجی یافت شدند و محض همین تنگه های برنجی در خرید و فروش بازار استفاده می شدند که این از رونق معاملات پولی دلالت می کند. از روی معلومات مخزن و سرچشمه ها در حالت زیاد بودن پول داد و گرفت خرید و فروش ارزش آن را در حجت قید کردنی شوند. در این صورت ارزش را با تنگه های نقره درهم ها افاده می کردند. اساساً در قبرها مثلا مقدار زیادی سکه های سعودی یافته شده است که به واسطه سکه هایی که در خود شهر پنجکین و زده شدند. سکه های پنجکین هم تقلید به سکه های خطایی بوده، در بینشان 4 کنجه سوراخی دارند، اما در نوشته جاتهاشان به زمان سعودی است و یزیدی که مثلا
مردم پنجکین با اخلاص داشتن پرستشش میکردن تصویر یافته است در بسیار سکه و کلمه نان نوشته شده است. واقعیت تاریخی تصدیق می نماید که در جنگ‌های غارتگرانه و قتل و کشتار اسکندر مقدونی در آسیای مرکزی صدها هزار مردم آن که قسم زیادشان سوقیان بودند کشته شدند. صدها شهر دیو ویران و بلندگار گشتند. مراقند پایتخت سوقیان، کوشک، قلعه و دیهه‌های اطراف آن را آتش زدند. مردم سوغنژاد در سالهای 329-327 پیش از میلاد با سروری سپیتامین که کارنامه‌های او علیه مقدونیان اطراف و اکناف را به حیرت می آورد، شورش‌های پی در پی کرده و استیلاگران امکانیت نمی دادند که به مردم سوخت زمین آرامانه فرمانروایی کنند. با زانو نشاندن ساکنان بخارا و مراقند و کیش و پنجکین آسان نبود. لشکر اسکندر دم به دم با مقاومت شدید مردم این سرزمین سوخت دچار می آمد. بیشبه جنگ‌های غارتگرانه اسکندر و سربازانش که تا سال 327 پیش از میلاد دوام داشت به اقتصادیات پنجکین ضرری کلان رسانید. رشد علم و فرهنگ سوخت پنجکین را تا سالهای زیاد باز داشت. تاریخ گواه است و تحقیقات‌های ارخئولوژی با بازیافتی گرانبهاترین یادگاری‌های تاریخی شهادت می‌دهند که شهر پنجکین پس از آزاد شدن از حکمرانی اسکندر مقدونی احیا گردید، رشد کرد و یکی از مرکزهای استحصالی و تجارتی وادی زرافشان گردید. در مورد بیان تاریخی تصرف وطن اجدادی تاجیکان از طرف اعراب و عاقبت‌های آن در نیمه اول عصر هشت سرچشمه‌ها، اثر و نگاشته‌ها زیادند. اصطلاحگران پنجکین قدیمه را فتح نموده، معبدهای آتش پرستان، قصر و بستان سرای حاکمان، بازار و دوکانها را آتش زدند. همه گونه نهضت و شورش سعودیان که به یکی از گروه‌های بزرگ آن دیوشتیچ دلاور حاکم پنجکین سروری می‌کرد، بیرحمانه پخش کرده می‌شد. دیوشتیچ با زیردستان و جانبدارانش به سرگه زرافشان حرکت کرد. ملک پنجکین ملک مستقل مهم بود. به هیئت آن غیر از ناحیه خود پنجکین، آن زمانها نامش پنج بود، در ابتدای عصر هشت اطراف بالا آب زرافشان هم داخل می شد. در حجتهای سعودی که از کوه موغ یافته شد، ماهیان به معنای ماهتابی، پرگار یعنی زمینی بالای کوه، فلغری حاضره، کشتوتی حاضره، مرتوشکت، مسجای حاضره نام برده می شود. احتمالاً دیگر ناحیه های پیتامن، بوتمان عصر میانه، یعنی در این مورد ناحیه های کوه های حصار و زرافشان هم به هیئت ملک پنجکین داخل می شدند یا به آن تابع بودند. مثلا در حجت های موغ دهه حاضره انزاب نام برده شده است. قید کردند مورخ برجسته بابا جان غفورف در شاه اثری تاجیکان. باستانشناس روس الکساندر یاکوبوفسکی، او یکی از اولین محققان تاریخ وادی زرافشان است، نوشته است: دیواشتک
نیت داشت آدمان خود را از عقبه شهرستان گذرانیده به خوجند و فرغانه رساند. در قریبی های قشلاق قوم کوشک با نام ابگار موجود بود که آن را با کوشک کوهی موغ یک می شمارند. وای اصلا برای مبارزه بردن با مقابل عرب ها که همچون مبارزه راه آزادی خواهی و از اصطلاح عرب ها آزاد کردن نیت داشت. میخواست که با حاکمان خوجند، شهرستان و فرغانه یک جای شده و مقابل عرب ها مبارزه برد. این مقصد او را عرب ها پی بردن و به مقابل او سال 722 و پنجکین لشکر کشیدند. لیکن دیوشیچ حاکم پنجکین از هجومی به پیش ایستاده عرب ها واقف شد و او مجبور شد که قوه حربیش و مقابل آنها ایستادگی کرد نمیتواند و به قلعه موغ در آنجا رفته پنهان شد. واقعا دیوشتیچ و فرزندان فدایی سود زمین در تنگنای همین قلعه قوم استحکام گرفته مبارزه را ادامه بخشیده، ولی این همه استقلال خواهی و محاربه ها بی نتیجه انجام یافت. تلاش جانبازی های آزادی خواهانه آشوبگران سعودی اصلاً با خیانتی همدیاران پریشان به ناکامی گرفتار شده. اصطلاحگران دیوشتیچ را وحشیانه به قتل می رسانند. تاریخی بسا باستانی و فرهنگی قناوتمندی پنجکند شهرت دیرینه دارد. عیان از تاریخ است که ساکنان آن از پایه‌گذاران تمدن نیاگان و مشرق زمین بوده. ریشه این تمدن مربوط به زمان اوستا و زرتشت است. در پنجکند قدیم کشاورزان، چارواداران، هنرمندان، معماران، شهرسازان، معدنگدازان و تاجران عمر به سر برده. اهل زحمت این باستان شهر از قدیم الایام توسط راه بزرگ ابریشم در سمت اقتصاد و تجارت و رابطه های فرهنگی و مدنی با مناطق گوناگون سوخت زمین و بیرون از آن کامیاب و موفق بودند. باید گفت که ارجگذاری با ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و رسم و آیین‌های مردمی، ترغیب و تشویق و تحقیق و پژوهش آثار نیاگان، یادگاری‌های باستانی، احیا و حفظ میراث گرانبهای ملت تمدن آفرمان، میراث ادبی و فرهنگی، تاریخی و علمی در دوران صاحب استقلالی مملکت از سیاست خردمندانه و فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه میگیرد. کار و کارنامه های این چهره ماندگار ملت جهت حفظ و نگهداری یادگاری های تاریخی خیلی بزرگ است. محض با ابتکارات و تشبس های پیوسته سرور دولت دهها یادگاری های تاریخی و فرهنگی کشور در مثال یادگاری فرهنگی عمومی جهانی راه ابریشم زرافشان قراقم به فهرست میراث عمومی جهانی یونسکو وارد شدند. جشنگیری متنتن 5500 سالگی سرزم باستانی را پیش نظر آوریم. هنوز 21 سپتامبر سال 2001 یادگاری سرزم شهر پنجکند همچون مرکز تشکل تمدن کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان، ممنونگاه تاریخی و باستانشناسی سرزم اعلان گردیده 31 ایول سال 2010 با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان این یادگاری نادر از جانب یونسکو به فهرست عمومی بشری وارد گردید.
محض با قدم‌های مبارک و سازنده سرور دولت که بارها به این باستان شهر بازدید نمودند، سالهای 2003 2005 5 حفریات باستانشناسی بالاپوش شدند. در لحظه های نخستین جشنگیری سرزم سال 2020 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفته بودند 5500 سالگی سرزم باستانی شناسنامه قدیمی بودن ملت تاجیک است. سال 2023 17 سپتامبر کمیته بین حکومتی حفظ میراث مادی فرهنگی یونسکو 9 یادگاری فرهنگی پیشنهاد نموده تاجیکستان از جمله یادگاری پنجکینت قدیم را به فهرست میراث عمومی جهانی قبول کرد که این برای جامعه ما رویداد مهم و تاریخی است و مسئولیت ما میراثبران فرهنگ کهن نیاگان علل خصوص عالمان و باستانشناسان را وادار میکند که با کارهای ماندگار پژوهشی و تحقیقات‌های باستانشناسی پیوسته در علم پنجکین شناسی تاجیکان و تاجیک شناسان عالم صحیفه‌های تازه کشاییم. توسط گذراندن حفریات‌های همه ساله گیره کشای بسیار معماهای سربسته تاریخ و تمدن ساکنان دیرینه این باستان شهر باشیم، زیرا پنجکینت قدیم همچون یکی از بایگری‌های معنوی قدیمه خلقمان منبع نادر و گرانبها است در تربیه نسل امروز و فردای کشور. میراثی عمومی بشری، یادگاری‌های طبیعی و انشاءات اعمار گشته می باشند که طبق مقررات یونسکو وظیفه اولین درجه پیش از همه نگهداری و حفظ ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و اکولوژی آنها می باشد. در زمان صاحب استقلالی مملکت با راهنمایی و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به موضوع مسئله‌های نگهداری و احترام و حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی کشور توجه زیاد داده شده، ده‌ها یادگاری‌های بی‌نظیر در مثال پنجکینت قدیم به فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو وارد شدند. حفظ و نگهداری یادگاری به همتای پنجکینت قدیم این ارجگذاری و پایداری تاریخ نیاگان و فرهنگ غنی اجدادان است، زیرا پیشوای ملت بر حق ابراز داشتند. وظیفه اساسی هر یک دولت حفظ اصالت ملی، زبان، فرهنگ از جمله یادگاری‌های تاریخی می باشد.